به نام خداوند بخشنده مهربان. حلقه گذشته دوستان عزیز درباره محمد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم صحبت کردیم. امروز باشد درباره فرزند موسی کاظم به نام علی رضا. علی رضا ابن موسی الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب العلوی المدنی الهاشمی القرشی صحبت خواهیم کرد که یکی از بزرگان علمای اهل سنت و جماعت و سادات از سادات بنی هاشم به حساب می رفت و انسان بزرگوار در علم و در دین شماریده می شد. محمد بن حبان میگوید که علی بن موسی الرضا سادات از سادات اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم و عاقل از عقلای اونها هست و فرزند بزرگواران بنی هاشم است. ابن حجر هیثمی میگوید که علی بن موسی الرضا بسیار انسانی جلیل القدر بود. ذهبی رحمت الله علیه میگوید که كان من العلم والدين والسؤدد بمكان، یعنی امام رضا در علم و در دین و در شکوه و بزرگواری یک مکان نمایان داشت، مکانت و منزلت نمایان داشت. بعد ذهبی میگه که شیعه های اثنا عشری او را امام هشتم خود میدانند و امام معصوم میدانند و ما باشیم اهل سنت و جماعت تنها بابای او محمد صلی الله علیه و سلم را معصوم میدانیم. سال 148 هجری در همون سالی که بابای بزرگوارش جعفر صادق وفات کرد، علی بن موسی الرضا در مدینه تولد شد. علی بن موسی الرضا مرد خیلی گندمگینی بود که گندمگونیش تقریبا نزدیک به سیاهی بود. خیلی که علما میگن برای آنکه مادر او از کنیزانی که از نوبه آورده بودند که نوبه امروز در جنوب مصر و شمالی سودان قرار دارد که نامش سکینه بود. و علی بن موسی الرضا انسان بسیار بزرگوار بود، خیلی گفتم سادات از سادات اهل بیت بود و بزرگ از بزرگواران بنی هاشم به حساب میرفت در زمان خودش. علم را از پدر خودش گرفته است و از دیگر بزرگواران زمان خودش و خیلی در جوانی فتوا دادن رو شروع کرد تا حتی میگن که در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوا میداد در حالی که اونجا امام مالک بود و وقتی که فتوا میداد عمرش 20 و چند سال بود، یعنی که خیلی جوان بود. اما بسیار اون که علم زیادی داشت، علم بزرگ داشت، مردم به او در فتوای خود مراجعت میکردند در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. کلمات امام پر از پند و حکمت است، لبریز و سرشار از حکمت است. امام ذهبی میگن که کان کبیر الشأن له علم و بیان و وقع فی النفوس. ذهبی میگه که امام رحمت الله علیه بسیار صاحب علم بود و بیان و نطقی بسیار برا داشت که شنونده رو زیر تاثیر خود میگرفت و کلمه های نورانی او به شنونده بسیار تاثیر میگذاشت و از جمله کلمه های زیبا و حکمتبار ایشان این است که میگفتن که التوحید ثمن الجنه، توحید این قیمت بهشت است. فمن جاء منكم بشهادت ان لا اله الا الله باخلاص دخل الحصن. میگن که هر شخصی که از شما کلمه شهادت را به اخلاص تلفظ کند و به مقتضای آن عمل کند داخل دیج می شود، داخل یک قلعه مستحکم می شود. و من دخل الحصن امن من العذاب. و هر شخصی که وارد همین قلعه شد، وارد همین دیج شد، وای از عذاب امین میماند برای اون که با توحید عمل کرد. و امام دعاهای زیبایی داشتن که ابی سالت نقل میکند و میگه که میشوندم که در موقف یعنی در حج امام دعا میکرد و میگفت اللهم کما سترت علی ما اعلم فاغفر لی ما تعلم. خدایا آن چنانه که آن گناههای آن خطاگاهی که من کردم میدانم تو برای من پوشاندی و ستر کردی، مرا شرمنده نکردی، آن چی که خودت میدانی من فراموش کردم اونو برای من ببخش. بعد میگفت که و کما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک. آنچنانی که علم تو مرا احاطه کرده است، همه حرکات و سکانات مرا تو خبر داری،
و همه کارهای مرا میدانی، این چنین از تو میخوام که عفوی تو نیز مرا پیشانده گیرد، عفوی تو مرا احاطه کند، تو اینکه من سزاوار عفو تو شوم. و کما اکرمتنی بمعرفتک فاشفعها بمغفرتک. خدای میگه مرا تو به اکرام کردی با شناخت خودت، یعنی که وقتی شناخت خودت را با من عطا کردی مرا عزت و اکرام بخشیدی، پس میگه مرا به مغفرت خودت، به بخشش گناهان خودت مرا سزاوار بین، یا ذا الجلال والاکرام. و از جمله امام رحمت الله علیه شعرها میگفتن که خیلی شعرهای زیبا هست، که از جمله یک بیتی از اون است که میگن که انما الدنیا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. یعنی دنیا مثل یک سایه زائل و نابود شونده هست که در آن راکب سواره یا کاروان می آید و بعد باز از اونجا می رود، ارتحال میکند، رحلت میکند، یعنی کسی اینجا باقی نخواهد موند. حافظ ذهبی میگن که كان علي الرضا كبير الشأن اهلا للخلافه. بسیار انسانی شأن بزرگ داشت، بزرگوار بود، با شکوه بود، با هیبت بود، بسیار به خلیفگی و خلافت میزبید. این عباره عالم از علمای اهل سنت امام ذهبی رحمت الله علیه هست. و مهمترین واقعی که در حیات امام رضا واقع شده است، این علاقه او با خلیفه عباسی به نام مأمون است که پسری هارون الرشید و خلیفه مشهور عباسی است. بین این دو کس چی شد؟ روایت است که مأمون امام رضا را دعوت میکنه به خراسان سال 200 هجری. وقتی که علم و دانش و نطاقی امام را میبیند، امام را خیلی دوست میدارد، یعنی که بزرگی امام را درک میکند و امام را تعظیم میکند و نزد امام سرخم میکند به اصطلاح. حتی اینکه دختر خودش ام حبیب را به امام رضا میدهد و امام رضا داماد خلیفه مأمون میشوند و علاقه‌شون با اینم بازم نزدیکتر میشود. و وقتی که برادر امام رضا زید در بصره خروج میکند و اونجا مقصد بعض بی ترتیبی ها میشود، خود امام رضا میرن به بصره با زید برادر خودشون پسر موسی کاظم میرن با او صحبت میکنن و او رو سرزنش میکنن و میگن که ویلک یا زید فعلت بالمسلمین ما فعلت. تو اون کارهایی که این نامعقولایی که با مسلمانو کردی، با در حالی که تو دعوا داری که تزعم انک ابن فاطمه، یعنی به نسب فاطمه، به نسب علی بالای مردم این که وزنی ها را آوردی، خون را آوردی، کشتن را آوردی. خب بعد گفت که هر شخصی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیرد باید که به قدر هم به مردم دهد، یعنی که نباید که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم سوء استفاده شود. وقتی که این سخن رضا به مأمون میرود، مأمون شنیده میگیرد و میگه که باید که هر یک فرد از افراد اهل بیت همین نمود فکر کند، به همین شکل سخن گوید. با این امام رضا در نزد مأمون باز درجه کسب کردن و مأمون قرار تاریخی خودش را گرفت که عبارت از اون بود که امام رضا را ولی عهد خودش تعیین کرد، یعنی جانشین خودش تعیین کرد که در حال مأمون وفات کردن امام خلیفه مسلمانان میشدن. یعنی که معناش چی بود برادران؟ معناش بود که خلافت را از آل عباس به آل علی میسپاریدند و مأمون برای آنکه همین قدم خود را، همین گام خود را اثبات کند، همون لباس سیاهی که عباسی‌ها میپوشیدند اون لباس سیاه را از بر کشید و لباس سبز پوشید و همه را امر کرد، دستور داد که لباس سبز پوشند و حتی پرچم عباسی‌ها که پرچم سیاه بود به پرچم سبز تبدیل داد و که این لباس علوی ها بود اون زمان، یعنی که سیاه لباس عباسی ها بود و سبز لباس علوی ها بود. و درهم و دینار هم به نام امام رضا زد. یعنی ببینید چقدر این خلیفه برای امام رضا اینقدر جان فدایی کرد. برای امام رضا از تا بعضی روایت است که میگن که تو باید خلیفه شی، از خلافت میخوان که خود دست کشد مأمون، لیکن امام رضا راضی نمیشود. بعد از اون با ولی عهدی راضی میشوند.
خیلی که ابن کثیر روایت کرده است این رو. خب چرا مأمون این قرار رو گرفت؟ نقل میکنن که در وفایات الاعیان آمده است که مأمون سبب این قرار رو قبول کردنش این است که آل عباس رو جمع کرد و آل علی رو جمع کرد که تقریبا بگن 33,000 نفر بودن اونجا و گفت که من گفت هم آل عباس رو دیدم هم آل علی رو دیدم، لیکن کسی رو سزاوارتر به منصب ولی عهدی یا اینکه خلافت پس از خودم از همین علی بن موسی رضا ندیدم و پس از اون علی بن موسی رضا رو ولی عهد خودش تعیین کرد. یکی از علمای شافعی مذهب میگه که علی الرضا احله الخلیفة مأمون محل مهجته وأشركه في مملكته وفوض إليه أمر خلافته وعقد له نكاح ابنته وكانت مناقبه علية وصفاته سنية ومكارمه حاتمية. یعنی جا نقل کرده میگه که علی بن موسی رضا را به خودش خیلی نزدیک کرد، او را شریک خود در اداره مملکت قرار داد و حکم مملکت را به امام رضا تفویض کرد و دختری خودش را به نکاح امام درآورد و میگه که یعنی که در این خیلی بزرگی یک سخاوتی حاتمی کرد نسبت امام میگه. لیکن متاسفانه حیات امام رضا طول نکشید و سال 203 هجری امام رحمت الله علیه در شهر توس وفات کردند. تبری روایت میکنه که امام رضا همراه مأمون به شهر توس میروند و اونجا در نزد قبر هارون الرشید چند روز می ایستند، یعنی که پدر خودش قبر پدرش رو زیارت میکنند و امام موسی رضا اونجا می ایستند و خیلی که در روایت آمده است انگور زیاد میخورند و در نتیجه یک باره وفات میکنند. خیلی که در کتاب کشف الغمه و در جلد 3 صفحه 58 و در کتاب الفصول المهمه جلد 2 صفحه 1020 و مطالب السؤول صفحه 442 آمده است و غیر از این. اینجا نقل میکنن که این سه مصدری که سرچشمه که در آخر کردیم از کتاب شیعه ها هست. امام با یکی از شاگردان خودشون که به نام حرثمة بن اعین است میگن که اعلم اننی بعد ایام آکل عنبا و رمانا مفتوتا فاموت. دون که من بعد از چند روز انگور و انار میخورم و وفات میکنم. و در کتاب بحور الانوار جلد 48 صفحه 324 آمده است که میگن که امام وقتی مردنشون وصیت کرده گفتن که وقد تقدم في وصيته ان يحفر قبره مما يلي الحائط بينه وبين قبر هارون الرشید. یعنی که اینجا صاحب بحور الانوار هم اعتراف دارد که قبر امام با نزدیکی قبر هارون الرشید بود. خلاصه امام رضا سال 203 هجری وفات کردند. الله تعالی اون کس را رحمت و مغفرت کند. تا حلقه آینده در پناه خداوند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.